السلام علیکم بیننده های ارجمند. برنامه نوبتی اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی منظور شماست و من الهام جان هاشموف طول نیم ساعت با اهل همکارانم از ستانسیه‌های تلویزیونی مستقل تاجیکستان دویر موضوع نوبتی برنامه صحبت میکنیم. اینک امروز ما میخوایم در مورد مهاجران و مهاجرت مهنتی که ها به کجا روانند صحبتی داشته باشیم. اینک امروز در برنامه تماشا کنیم. مهاجران و مهاجرت مهنتی کیها به کجا روانند؟ روند مهاجرت در شرایط امروزه چه مشکلی و چه خیل پیشروی ها دارد؟ متخصصان رفته ایستادند، چی باید کرد؟ سبب‌های اساسی کوچیش و مهاجرت مهنتی متخصصان کدام هایند؟ این موضوع را سر متخصص شعبه مهاجرت مهنتی ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سوق مرادف دلاور ظهورویچ شرح می‌دهد. مهاجرت روند جهانی است و از آن نباید ما یک مشکلی جدی تر شده باشیم، اما در شرایط کنونی در مکتب‌ها متخصصان نمی‌رسند، مخصوصاً معلمان جنسی مرد کم است. روانشناسان بر این نظرند که کمبودی چنین حالت بر روند تربیتی و روحی طالب علمان نیز بی تاثیر نیست. به مضمون عموم آموزگار نمی‌رسد. حالت دیگر این مهاجرت عائلوی میباشد. از روی برنامه کوچش یا خود پرسیلینی مردم امروز به عائله‌ها به فدراسیون روسیه کوچ بسته شدند. روند دیگر طبیبان که در آنجا تحصیل علم دیدند و در همانجا کار خودشان را نیز پیدا کردند. حالت دیگر این محله های هست که حوله هایش خالی و یک نفر در محله مسئول نگهبانی حوله های خالی مانده است. اما موضوع اساسی محوری برنامه این کوچش آدمان مخصوصا متخصصان است. این روند را همین گونه گذاریم، اگر نه چی تدبیر باید اندیشیم؟ همکاری ما افضل با صالح از تلویزیون آزیا این موضوع را پیگیری کرده است. همراه تماشا میکنیم. تعداد شهروندان ولایت که به مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه میروند یک سال اخیر بیشتر شده است. این حالت به گفته کارشناسان البته بر رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری بی تاثیر نخواهد ماند. بنا به معلومات رسمی دوام 5 ماه سال روان تنها توسط فرودگاه بین المللی خوجند زیاده از 80,000 ساکنان ولایت به مهاجرت مهنتی رفتند. شماری رفت مهاجران از حساب ساکنان شهر و ناحیه‌هایی که عموما اهالیشون زیادتر است، اینکه اهالی بسیار شود، یعنی اهالی قابل مهنت هم زیادتر می شود. از شهر و ناحیه‌های اسفره، کانیبادان، باباجان، غفروف، اشت، پنجکند خیلی زیادتر است. در قطار آن شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند متخصصان ساحه از جمله آموزگاران و طبیبان هم کم نیستند. تنها دوام سال 2021 از حساب طبیبان و آموزگاران زیاده از 1100 نفر به مهاجرت مهنتی رفتند. این وضعیت باعث به میان آمدن نارسایی کادرها اساساً در منطقه های دوردست گشته است. در ولایت در 3 ماه اول سال سپری گشته، یعنی از آغاز سال 87 نفر طبیبان به کار قبول شدند و همزمان باید قید نمایم که زیاده از 61 نفری آنها جوانان می باشند. نوبسته از این نارسایی کادری در ولایت وجود دارد. ما بسیارتر به طبیبان عائلوی، انستزیولوگ، رئماتولوگ و سیلشناسان، سرعتشناسان نیاز داریم و نسبت این کاربری ادامه دارد. بنا به اطلاع نشریه SSSR تنها دوام 2 سال اخیر از ولایت سوق بیش از 2300 نفر آموزگاران ترک پیشه نموده به خاطر پیشبرد زندگی به روسیه سفر کردند. دوام 5 ماه سال روان باشد 765 نفر آموزگاران ترک وظیفه نمودند و از این شماره 50% آنها به مهاجرت مهنتی رفتند. ترک وظیفه نمودن آموزگاران رو ما از ماه ینور این طرف تا حالی ما علاقه باز معلومات گرفتیم، همینجا با 765 نفر آموزگاران رفتن. اون سبب هایشان 364 نفرشان به مهاجرت مهنتی رفتن. منزلی زیست ندارند این 15 نفر. بیماری کردی 233 نفر. فوت 49 نفر. به نفقه برآمدن 104 نفر. همگی من 765 نفر. این رقم های جان 364 نفرشان به مهاجرت مهنتی رفتن. در عموم 765 نفر آموزگارا ترک وظیفه کردن از ماه ینور تا امروزه که این روند علاقه با یک اعتدال آمد، لیکن به جای آنها نیز ما علاقه آموزگاران دیگر به کار قبول کردیم.
روند دیگری که امروز در برخی از شهر و نواحی ولایت مشاهده می‌گردد این کوچبندی اویلوی و گرفتن شهروندی فدراسیون روسیه میباشد. طوری که سامانه آزیپلیوس در تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه خبر می‌دهد دوام 3 ماهه اول سال روان زیاد از 33,000 تاجیکستانیان شهروندی روسیه را گرفتند. در شهر و نویه‌های کنیبادام، اسفاره و اشت هم بیشتر درهای بسته را دیدن ممکن است که ساکنان اویلوی به مهاجرت رفتند. نبودن جای کاری با معاش سزاوار و فراهم ساختن شرایط خوب زندگی یکی از سبب‌های اویلوی به مهاجرت رفتن اهالی ارزیابی کرده می شود. اساساً جوانهایی که در ده زندگی میکنند در مهاجرت هستند. اینچنین از عائله من هم 2 فرزندم 2 پسرم با عائله‌اش در مهاجرت است. در عائله ما همراهی عائله هم ماندگی هستیم و دیگر فرزنده همشون در مهاجرت هستند. یک تا من مونده برفتم 6 تا حوله 15 تاریخی ایستاد هیچ که نیست. 2 تا پسرم عائله برفت دیگه. یک تا بچه‌ها پخته برفت دیگه. بسیار خانه خورد. کلان سالمون دیگه. Ёшик hammash برفتگی. Здесь что есть? Работы нету, деньги нету. Сегодня 10 тысяч отправляет и закончит. Все, продукты дорого. Здесь мужчины нету почти. با اندیشه کارشناسان و جامعه شناسان این روند بر رشد ساحات مختلف خواجگی خلق تأثیر منفی خود را میگذارد، زیرا که مهاجرت مهنتی در برابر جهت‌های مثبت داشتن تأثیر منفی هم دارد، چون که اساساً قوه قابل مهنت و به قول عقلها به روسیه رفته ایستادند. در نشست مطبوعاتی رئیس ولایت سوق رجب‌آی احمدزاده هم ماه فوریه سال روان این مسئله از جانب روزنامه‌نگاران به میان گذاشته شد. در پاسخ به این سوال رجب‌آی احمدزاده گفت که ما متخصصان جوان مخصوصاً کارمندان ساحه طب و معارف را دستگیری نموده با منزل تأمین میکنیم و در این باره الکی به رئیسان شهر و ناحیه‌ها دستور هم دادم. الکی من مهم ما اقدام گرفتیم، من دستور دادم رئیسان شهر و ناحیه‌ها کادرهای جوان که ساحه معارف تندرستی و هستند ما با خانه‌های خدمتی تامین می‌کنیم شهر و ناحیه‌ها. طوری که گفته می شود مهاجرت مهنتی پدیده جهانی بوده امروز در تمام دنیا به نظر می رسد که تاجیکستان نیز از این حالت استثنا نیست، اما به نظر کارشناسان در این خصوص باید در جانب دولت و حکومت چاره‌های مشخص راه اندازی گشته روند مهاجرت به نظام معین درآورده شود، وگرنه این روش بهر پیشرفت دولت تأثیر منفی خواهد رساند. در گزارش مذکور پارچه ها از فیلم مستند مهاجرت سیمای دیگر استفاده شده است. گزارش افضل بوسلیف، روشن طاهرов، آزیا. چون در بالا اشاره رفت از مهاجرت نباید هراسید، اما پیش راهی کوچشی متخصصان را باید گرفت. در وطن باید تدبیر اندیشیم که متخصصان جای کار یافته کار کنند. باره در یک مصاحبه اقتصادشناس یک بسیار نکته مهمی را بیان داشته بود. گفت که اگر مهاجران مهنتی ما در کشورهای بیگانه مهنت کنند آنجا نقش دستانشان میماند، از آنجا مبلغ کار میکنند و همچون متخصص شده به وطن برمیگردند. ما دیده ایستادیم که 10 سال اخیر در مسئله ساختمان و بنیاد منزل‌های زیبا و زمانه‌ای متخصصان ارزنده را پیدا کرده ایم. کارشناس مسائل اقتصادی نعمت الله میرسیدوف در مورد برد و باخت موضوع مهاجرت مهنتی اندیشه خود را به ما بیان داشت. اینک همراه تماشا میکنیم. اکنون مسئله همون کوچبندی رو با روسیه پورا به اختصاص وابسته کردن لازم نیست. گمان دارم که این وابستگی دارد پیش از همه به سطح معاش ارزنده و جایهای مناسب کاری بیشتر و باز با آینده، یعنی نفرانی که به سن نفقه نزدیک می شوند اونها آینده خودشان فکر میکنن که چه خیلی باید دوره پیری خودشان از سر گذرانند، چون که نفقه تاجیکستان نهایت درجه کم است و باید البته زندگی کردن خیلی دشوار است و عائله هایی که حتی 4-5 فرزند دارن و متخصصان خوب هستن و اینها هم امروز زندگیشون خیلی دشوار است. ما میدونیم که اگر طبیبا را به نظر گیریم، اگر معاش میانه مؤسسه‌های
تخمین 850-900 سومانی رو تشکیل میدهد. اکنون خودتان تصور کنید که چه خیل اویله که 4-5 فرزند دارد و اگر والدین هر دو حتی معاش گیرند هم با 1,500-2,000 سومانی زندگی کند. معلمان هم همین خیل هستند. معلم هم امروز سطح معاشش چندان زیاد نیست. اکنون اینجا حتی مهندسانی که در ساحه صنعت کار کردن میخواهند و خب معاش ناچیز میگیرند. کارخانه های خردی که امروز بیشتر ساخته میشوند، این کارخانه های خرد جای زیادی کاری تولید کردن نمیتوانند. بکن تصور کنید که در هر یک کارخانه 10-12-15 کس کار میکند. 1,500 جای کاری اگر از حد کارخانه پیدا گردد، اگر چه خیل در مقیاس یک ناحیه سیر اهالی و فکرم بیش از 1,500 نفرانی که طلبگار جای کاری هستند هر سال پیدا می شوند. برای همه اونها رو با کار تامین کردن امکان ناپذیر است. ما امروز کوشش میکنیم که در ساحه کشاورزی بیشتر کار بریم. صنعتی کنونی ما هم به ساحه کار کرد، به ساحه کشاورزی از جمله وابسته شده ایستاده است. جاهای کاری اساسا در همین کارخانه های میده خرد میانه پیدا می شوند، ولی اونها همشون احتیاج کشور رو تامین کرده نمیتونن. در شرایط تاجیکستان مهاجرت مهنتی رو پوره پیشش رو گرفتن امکان ناپذیر است. این در این خصوص ما حتی نباید سخت اندیشه رانیم، ولی پیش راهی مهاجرت متخصصان خوب رو داشتن به فکرم امکان پذیر است. کدام راه رو پیشنهاد کرده؟ من گمان دارم که اگر سخن درباره متخصصان در ساحه طب مثلا گیریم رود، ما میدونیم که پرزیدنت خودشون حتی اعتراف کرده بودن که تاجیکستان امروز بیش از 4,500 با 4,500 نفر متخصصان ساحه میانه طب احتیاج دارد و اگر ما همین شرایط رو بهتر کردنی باشیم، پیش از همه امکان باید یابیم که سطح معاش همون کارمندان ساحه تندرستی بلند برداشته شوند. غیر از این اون کوتا های پرزیدنتی وزارت معارف که جدا کرده میشن برای تحصیل در مکتب های بیرونی، یعنی کشورهای دیگر، نزد اونها یگان به هر حال عهده‌داری گذاشتن در کار است. اگر به اونها کوتا داده شود، اونها باید برگردند خدمت وطن را اجرا کنند. آخر وطن به اونها مبلغ صرف میکند، میآموزاند، دوام 11 سال اونها تعلیم در مکتب میانه میگیرند، باز مکتب عالی برای اونها کوتا پیشنهاد میکند. چون این شرایط ما اگر فراهم آوریم، اونها هم عهده‌داری گرفتنشان در کار است. خیلی اکنون البته انسان چی است؟ حقوق دارد و آزاد است و مجبور کردن نمی شود. برای اون که همین چیز اختلاف به هم نکند، ما باید خودمون از سطح اول کاربری کنیم. یعنی نفرانی که آینده لیاقتمند هستند و برای کشور لازم هستند، با اونها مبلغ به فکرم جدا کردن در کار است. اگر تواند کارخانه، اگر تواند ساحه سرمایه گذاری کند که همونها تعلیم گیرند، یعنی در اساس مبلغ هایی که به اونها صرف می شود، اونها البته اون وقت عهده‌دار میشن که برگردند. یعنی راحت به اونها راحت داده شود، اونها برمیگردند. این یک راه دومش نفرهایی که در نفقه هستند، اونها جلب کردن در کار است و اینها قواهای بسیار خوبی عقلانی دارند و اینها کنار برآوردن ممکن نیست. اگر امروز احتیاج وجود داشته باشد، برای چی ما اونها سفربر نکنیم؟ یعنی هوسمندی برای اونها پیشنهاد کردن در کار است که اونها مهنت کنند. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و ما در موضوع مهاجرت و مهاجران صحبت داریم. در ساحه تندرستی ولایت ختلان امروز 1245 نفر طبیب نمیرسد. از این شمار 322 نفر طبیب اویلوی، 142 طبیب امراض درونی،
133 نفر طبیب اپیدمیولوگ و باقی مانده 648 نفر طبیبان دیگر بیماری ها می باشند. اکثر جوانان ختم کنندگان دانشگاه های طبی انتخاب می کنند که با این دیپلم در فدراسیون روسیه جای کار و نان یافته باشند. نوار نوبتی برنامه از جانب همکاران ما از تلویزیون قرغانتپی شهر باختر تهیه شده است. همکارمان امانجان محکمов در این باره نقل می کند. در خط علاقه امانجان قرار دارد. السلام علیکم امانجان، مرحمت سخن شما. السلام علیکم الهامکو. طبق اطلاع رسانه‌ها سال گذشته از جمهوری تاجیکستان حدود 104,000 نفر شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آوردند که در میان اینها طبیبان کم نیستند. در گزارش نوبتی تحلیلی ما محض درباره مهاجرت طبیبان به فدراسیون روسیه قصه خواهیم کرد. همچنین در ادامه این گزارش از نارسایی طبیبان در مؤسسه‌های طبی ولایت ختلان خواهیم گفت. این مرکز تشخیصی و طبابتی خصوصی را طبیب جوان تاجیکستانی محمدجان علمرودوف چند پیش در شهر مسکو فدراسیون روسیه افتتاح نمود. او تا این دم 3 سال در مؤسسه‌های مختلف طبی این کشور فعالیت نموده بعد از آوردن شهروندی روسیه به چنین موفقیت رسید. با پروگرام پرسیدن با شهر تامبوف با دولت روسیه آمده در اینجا شهروندی روسیه را گرفتیم و کار کردیم. 1 سال 2 سال شهر تامبوف کار کرده و شهر مسکو آمدیم. در شهر مسکو 2 سال کار کرده و کلینیکای شخصی خودم را شدم. محمدجان یگانه طبیبی نیست که در این مرکز سلامتی فعالیت کسبیش را پیش میبرد. همراه با وی یک چند نفر دکتران از شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان کار میکنند. بغیر دکتر اولیوی جب تراپیست است، گینکولوگ است، استوماتولوگ است، خیروگ، تروماتولوگ، نیوروپاتولوگ است. دکترها همشون از شهر دوشنبه، از شهر قرغانتپه، از لیل‌آباد همینجا کار میکنند. علمرودوف دکتر اولیوی بوده ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان می باشد. او نخست فعالیت خود را در بیمارخانه ناحیه رودکی آغاز نموده، پس آن با 3 نفر همکسبانش به مهاجرت رفته است. در شهر مسکو مثلا 100,000 معاش میگیرید. در ناحیه رودکی 500 سوم 700 سوم. با شرایط دیگر دیگر خیلی همه شرایط هست. ما دانشگاه همکورسام 15 کس بودم. از 15 کس مثلا 5 نفر در تاجیکستان کار کرده ایستاده است. 10 نفر دیگر مثلا شهر مسکو، تامبوف، اوبلاست دیگر دولت‌ها رفتگی‌اند. با سبب کمی معاش در درمانگاه‌ها، وضع اجتماعی و عامل‌های دیگر از ولایت ختلان هم 10 نفر طبیبان با تجربه به فدراسیون روسیه کوچ بستند. طبق حسابات آماری ما در ولایت 126 نفر رفتگی بودند. البته در اونجا مشکلات زیاد هستند. اون یک قسمتی که اونا میروند از رفتن خود پشیمان میشوند. بسیارتر فکر میکنم برای شهروندی روسیه رو گرفتن است. برای که مبلغ طبیبان در اینجا آنقدر بد نیست. زندگی کردن البته ممکن است. هیچ وقت مهاجرت از همه جهت خوب نیست. مهاجرت هم عامل‌های منفی خود رو دارد. از وطن پراکنده میشویم. خب اذیت روانی فکر میکنی، از فرزند دوری، از پدر و مادر دوری. اگر 2000 معاشی که ما در اینجا میگیریم و در اونجا اگر ما 7000 گیریم مثال با پولی خودمون اگر در توز گیری هر دوش یک خیر گویم. یعنی که از اون باید که در همین جمهوری کار کنه مثال خیلی دکتری پر تجربه خوب از دستش یاد چی می اومدگی هیچ وقت احتیاج نمیکنن اونجا رفتن در مثال. از تحلیل و مشاهده ها برمیآید که مثل این طبیب جوان کم نیستند متخصصانی که عزم سفر به روسیه را دارند، اما اکثریت آنها با امید برگشت به وطن مهاجر می شوند. چونین نارسایی کادری در اکثر ناحیه‌ها به نظر می‌رسد.
агар дар беморхонаи марказии ноҳияи кушониён 2 табиби дигар лозим бошад, дар марказҳои саломатии деҳот 28 мутахассис намерасад. норасоиам дошта бошем, дар назди беморхона кадси ҷамоат кору фаъолият мекунад ва аз онҷо табибоне ки лозим ҳаст даъват намуда корро пеш мебарем. айни ҳол беморхона ба духтури қалбшинос, эндокринолог, неонатолог, духтури зарона, сироятшинос ва ҳамин духтурон ниёзманд мебошад. тибқи иттилои расмӣ ҳоло дар вилояти Хатлон 4150 нафар табиб фаъолият мекунад ки аз шумораи умумии онҳо норасоии кадрӣ 23%-ро ташкил медиҳад. масъулини вазорати тандурустӣ барои ҳалли ин мушкилот ба хатмкунандагони донишгоҳҳо такя доранд ва бо ҳамин мақсад роҳбарияти он бо донишҷӯён вохӯрда тасмим доранд ки дар 2 соли минбаъда муассисаҳои тиббии деҳоти кишварро бо мутахассисон пурра таъмин намоянд. мушкилоти кадрӣ на дар ҳамаи бахшҳо ҳаст, танҳо дар минтақаҳои дурдасти кишвар табибони оилавӣ намерасанд дар ҳақиқат ва махсусан барои бартараф кардани ҳамин мушкили ин мулоқотҳо анҷом дода шуданд. дар ҳамин замина аз донишҷӯён даъват ба амал оварданд ки ҳамин касбҳоро яъне табиби оилавиро интихоб кунанд ва ба маҳалли зисти худ баргашта ба хизмати халқу меҳани худ бошанд. алишер пириев яке аз хатмкардагони донишгоҳи тиббии душанбе буда то охири соли 2020 интернатураро дар беморхонаи вилоятии шаҳри бохтар гузаронидааст. ҳарчанд ӯ имконияти кор дар ин дармонгоҳи калонро дошт, аммо алишер ба беморхонаи маҳалли зисташ омад. дар беморхонаи ҳамин ноҳияи кушони рақами 2 як духтур буд, духтури кӯдакона, ин падари ман буд. бинобар ҳамин сабаби бемории онҳо аз дунё гузаштанд ва ман хостам ки омада кори онҳоро дар ин ҷамоат чӣ кунам давом диҳам, аз сабабе ки дар инҷо бемор ки табиби кӯдакона набуд ва ман тӯли 2 сол мешавад ки ҳаминҷо омада ҳамчун духтури кӯдакона кор кардем. фароҳам овардани шароити хуби корӣ дар беморхонаҳои деҳотӣ ва баланд намудани музди моҳонаи табибонро ӯ яке аз омилҳои муҳими идомаи фаъолияташ дар ин муассиса меномад. бинандагони арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлили набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва мо аз мавзӯи муҳоҷирату муҳоҷирон ва таъсири он ба ҷомеаи имрӯз сухан карда истодем. мувофиқи маълумоти риёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд давоми 5 моҳи соли 2022 танҳо тариқи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд 80450 нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд ки аз ин шумора 71%-шонро мардон ва боқи 29%-шонро занҳо ташкил медиҳад. дар минбари коршиносии имрӯзи мо муродов диловар зуҳурович, сармутахассиси шӯъбаи муҳоҷирати меҳнатӣ риёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд қарор доранд. хуш омадед мегӯям шумо. он рақамҳое ки гуфта шуд дар боло ин натиҷаи гӯем 5 моҳи соли гӯем оғози соли 2022 ва дар маҷмӯъ вазъ имрӯз чӣ гуна аст? марҳамат. хеле ки шумо дар боло омурҳои 5 моҳи соли 2022ро гуфтед, дар тибқи маълумоти омурӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба ҳисобгирии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа ва бозгашт аз он, тибқи фурудгоҳи бахши хадамоти муҳоҷират дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд давоми 6 моҳи соли 2022 аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд 98142 нафар ба Федератсияи Русия, яъне ба муҳоҷират сафар карданд ки аз онҳо 70741 нафар мард ва 27401 нафари онҳоро занон ташкил медиҳанд. шумори занони муҳоҷир имсол нисбат ба солҳои пешин зиёд аст ё кам? шумори занҳои муҳоҷир нисбати соли пешин зиёд аст. нисбати соли пешин 8594 нафар занҳо нисбати соли 2021 зиёд шуданд. рафти муҳоҷирон нисбати соли гузашта камтар буд, барои ин ки нархи чиптаҳо гарон буд ва дигар бо роҳи сарҳадҳо мерафтаги шаҳрвандони мо ҳам нисбатан камтар ба ҳисоб гирифта мешавад. нисбати соли гузашта ҳам рафти муҳоҷирон, ҳам мардон ва умуман рафти муҳоҷират ба нисбати соли гузашта зиёдтар аст. агар дар маҷмӯъ гӯем масалан оморе ки шумо гуфтед ин танҳо гӯем ҳангоми гузаштан аз фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд. бале дар маҷмӯъ умуман аз вилоят имрӯз масалан шумори муҳоҷирон масалан агар 6 моҳи соли 2022 гӯем чӣ гуна аст ки чӣ заминӣ чӣ ҳавоӣ мана боз дар назар аст ки агар масалан дар сурати ба роҳ мондани масалан гӯем қатора гӯем мусофиркаш ин ҳам масалан албатта таъсиргузор хоҳад буд.
امور چی میگوید؟ نسبت این اموری که عموما از ولایت سوخت چقدر شهروندان و مهاجران مهنتی به خارج کشور سفر می‌نمایند، این حاضر تنها بخش خدمات مهاجرت در فرودگاه بین المللی شهر خوجند یا ایستگاه روحان هم بخش خدمات داریم و دیگر سوبیکت‌های خواجگی داره سالهای پیشینه این فعالیت شروع می‌کردند که سفربر کنی مهاجران یا با کار تامین کنی مهاجران رو من فعالیت آنها برآورده شدگی بود طبق اجازه‌نامه خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. متأسفانه تا امروز این سوبیکت‌ها یعنی با کار شروع نمودند. یک سوبیکتی که امروز فعالیت رو از ماه می همین سال جاری آغاز نمود، این شرکت آزیان اکسپرس که هر ماه من معلوماتی که با مویدی رفت یعنی سفربر کنی شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج و به فدراسیون روسیه رو پیشنهاد میکند و از ماه همین آگوستی سال جاری همین سوبیکت‌های سفربر کننده علاقه یعنی حسابات خود رو حسابات سفربر کنی شهروندان جمهوری تاجیکستان را با ریاست خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکنند و اون شهروندانی که از گذرگاه‌های نزدیک سرحدی حدودی ولایت طریق دیگر دولت‌ها از جمهوری ازبکستان با دیگر جا سفر میکنند در آخر سال از با طریق رسمی و طریق کاری از جانب ریاست قشون‌های سرحدی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت پیشنهاد میگیره و به این امور در جمهوری تاجیکستان به طور مشخص به حساب گرفته می شود و علاقه در اونجا از حساب کدام ولایت و کدام شهر و ناحیه‌های عموما جمهوری به حساب گرفته پیشنهاد کرده می شود. تشکر. من اگر در بالا اشاره رفت که امروز روند مهاجرت یک گویم معمولی است. مثلا ما در آغاز هم گفتم که مثلا از این حالت نباید ما یک بانگی استراب اندازیم گویم که یک چیزی معمولی است، چون مثلا اگر ما به فدراسیون رسیم مثلا مردمش میرن به کشورهای اروپا برای گویم دریافت مبلغ یا مثلا جای کار. یعنی اما مثلا اونجا چی اشاره که رفت در گزارش ها در موردی کوچ بستنی متخصصان یا رفتن متخصصان معلوم است که مثلا عامل اساسی نگهدارنده متخصص در وطن این شرایط و معاش شایسته تواند که مثلا خودش عائله خودش مثلا یک معاش شایسته رو گیرد و در وطن بسیار میخواست که مثلا جای کاری بوده کار کند، اما چون شرایط رو نیافت میخواهد که از بیرون پیدا کند، میرود به مهاجرت مهنتی. انا همین کوچش متخصصان یا رفتن متخصصان یا نرسیدن متخصصان در مؤسسه های هم تندرستی هم گوییم ساحه معارف شما را همچون یک نفر گوییم متخصص همین ساحه کارمند همین ساحه به تشمیه آورد شما نیز مثلا اندیشه میکنید؟ البته این چیز همه کارمندان عموما قشر جامعه که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنن به تشویش میآورد و روند مهاجرت البته این انفرادی است. چه که من از گفتم طبق قانون های عمل کننده جمهوری که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره در یک سال دو مراتب گذرانده میشه پرسشی در بدر یا حوالی به حوالی یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان که چقدر در مهاجرت مهنتی قرار دارن و در مرحله اول این پرسش گذرانده شد و طبق این پرسش علاقه در حدود فدراسیون عموما در خارج از حساب ساکنان ولایت سوخت 22000 نفر در خارج کشور قرار دارند، از جمله در دیگر شهرهای در جمهوری‌های قزاقستان، قرقیزستان، در کمتر در اوکراین و دیگر دولت‌های شرقی دور و دیگر دولت‌های اروپا. این هم یک امور خیلی پست است. و چه که بر سوال شما عموما متخصصان ساحه‌های تیپ و معارف و مهاجرت مهنتی میروند، چه که خودتون در بالا قید کردید البته نرسیدنی یا که کم بودنی معاش یا که نیافتنی معاشی کافی یا که در ساحه‌های معارف و تندرستی و چه که همه شما میدونید و خودتون هم در بالا قید کردید که در دولت عموما در دولت روسیه متخصصان ساحه معارف البته در ساحه خود کار و فعالیت نمیکنند در فدراسیون و از همین متخصصان ساحه تندرستی که در فدراسیون روسیه و در دیگر دولت ها یعنی با مهاجرت مهنتی رفتن، از اینها بسیار فایده خیلی کمش در ساحه خودی تندرستی کار میکنند. چه که از روی سال 2021 از در مجلس پروتکلی نزد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ما وظیفه دار شده بودیم که یعنی امور همین متخصصان ساحه تندرستی و معارف را به حساب گرفته باشیم. از در عموم بسیار همشیره‌های شوقت اونا دخترایی که درجه عالی نه همشیرهای شوقت به مهاجرت مهنتی رفتن و آنها طبق تحلیل هایی که ما در دوام سال 2021 به حساب گرفتیم و آمارها نشان داد که
متخصصان ساحه همشیرهای شفقت بسیار در جاهای ساحه اجتماعی که خدمت رسانی کار و فعالیت میکنن در ساحه خودی تندرستی نیست البته همه آنها مهاجر مهنتی حساب میشن و این البته رفتن هر یک متخصص ساحه وابسته از معارف تندرستی یا که خدمتچی دولتی در خدمت دولتی هم بسیار متخصصان ساحه خدمت دولتی و دیگر ساحه با مهاجرت مهنتی سفر بکنن و نسبتی پرسشی که در سال 2021 بود در سال 2022 نسبتاً یعنی 50% که ما به حساب گرفتگی بودیم البته در وطن قرار دارن و مهاجرتی ساحه متخصصان ساحه معارف یعنی مفصلی بود و امسال البته متخصصان من باوری دارم که در جمهوری تاجیکستان البته در ساحه خود کار و فعالیت نموده شدن. بله تشکر. ما در برابر دستاورد از مشکلات نیز سخن کردیم. به اندیشه شما کدام کار رو اجرایش کدام کار رو در شرایط امروز در برای بهتر کردن این همین روند مهاجرت شما در شرط اول میگذاشتید؟ برای بهتر کردن شرط اولی ما نمی که برای بهتر کردن روند مهاجرت خوب میشد در جمهوری تاجیکستان نیست با مانند دیگر جمهوری‌ها یعنی به حسابگیری یعنی رفت آمدی مهاجران به طور اتوماتیکی به حساب گرفته شود. یعنی برای این یگان چی گوییم یگان مخصوص یگان کاری انجام دادن؟ من پیشنهادها بود با وزارت مهنه و با حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشنهاد اینا که به طور دیگر مثال در دیگر آغازی ما به طور یعنی پر کردن کارت مهاجرت به طور دستی است و همین میشد که همین کارت مهاجرت به مانند دیگر دولت‌ها مانند فدراسیون روسیه به طور یعنی اتوماتیک یعنی پر کرده شود و در بعضی همین بعضی یگانه مخزن یگانه همین جوگیر کرده شود و هر یک رفت آمدی مهاجر الکی که رفت آمدی اون الکی در بعض معلوم می شود و این بسیار یک برای روند و امور درستی مهاجرتی مهنتی تاثیر خود را میرسونه و با ما هم خیلی مشکلات ما آسان‌تر میشه. بله تشکر راستی سبب چنین گویم یک مخزن یگانه من مثال یک عادی رو میرم یک نفر تا فرصتی وارد شدنش به فدراسیون روسیه در همون کارت مهاجرتی نوشته است که مقصد او سفر است چون در آنجا میخواست که کار کند برای او اجازه کار کردن ندادن زیرا وقتی او خود را به قید گرفت گفت که او برای سفر آمده است. برای اشتراکتان به شما تشکر میگم و فکر میکنم که این صحبت ما این پاسخهای شما برای بیننده های ما از منفعت خالی نبود. تشکر میگم. سلام باشید. بیننده های ارجمند سبب‌های اساسی کوچش و مهاجرت مهنتی متخصصان این کم بودن اندازه معاش است. با معاش آموزگاری که نو دانشگاه را ختم کرده و مکتب رفته است متخصص جوان نمیتواند مثل دیگر دوستانش که در مهاجرت مهنتی اند و مبلغ خوب برای والدانشان میفرستانند شایسته زندگی نماید. با همین منوال از 2 تا 5 سال فعالیت میکند و میرود به مهاجرت مهنتی چون در گزارش‌های بالای اشاره رفت این حالت را کارمندان ساحه طب نیز دارند. مسئولان در این موضوع البته بیکار ننشستند و البته تدبیر اندیشیده ایستادند. برای متخصصان جوان ساختن شرایط کاری و منزل یک قدم جدی در حل این مسئله می باشد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر خون آباد و سربلند و کامیاب باشد. омодагӣ ба мактаб чӣ миқдор маблағ лозим то кӯдак ба соли нави хониш тайёр шавад? буҷети волидайн дар моҳи август кадом қисмати хароҷоти худро кам карда чӣ хел ҳолатро ба танзим гирифт дар ҳоле ки оила 2 ё зиёда фарзанди мактабхон дорад? ин масъала мавзӯи навбатӣ барои набзи зиндагӣ аст.